سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخوام راجع به باحال‌ترین افزونه وردپرس صحبت کنم. اسلایدر رولوشن یکی از افزونه‌های خفن وردپرسیه که باهاش میتونی یه کاری کنی که سطح طراحی سایتت از اینجا بچسبه به سقف. کار با این افزونه یه ذره متفاوته، یه ذره بعضی جاها میتونه چالش برانگیز باشه. همه اینا رو با هم طی میکنیم، انجامش میدیم و طرح‌های آماده‌ش رو توی کانال تلگرامی میذاریم. خود افزونه و تمپلیت هایی که داره هم توی کانال تلگرامی گذاشته میشه و البته ادان هاش هم گذاشته میشه. هر جلسه ما یه اسلایدر طراحی میکنیم و این اسلایدر طراحی شده رو فایل آماده‌ش رو توی کانال میذاریم. امروز فقط میخوایم کلیت افزونه رو چک کنیم، با افزونه بیشتر آشنا بشیم و از جلسات بعدی قراره که با هم دیگه هر روز یه دونه اسلایدر بسازیم. پس بزن بریم. راستی قبل از اینکه بریم یادت نره سابسکرایب کنی، زنگوله رو هم بزنی. مرسی. بریم. این فضای کلیشه. ممکنه که زبون فارسیش یه مقدار یه سری جاها باگ داشته باشه. خب طبیعیه، وقتی اومدن کرکش کردن این مشکلات براش به وجود اومده. یه سری کارا میشه کرد. میتونید یه اسلاید خالی درست کنین، میتونید قالب اضافه کنید. یه سری قالب‌های آماده خود اسلایدر رولوشن. خب هر کدوم از اینا رو بخوایم میتونیم اضافه کنیم. البته که ما اینا رو نمیتونیم از اینجا اضافه کنیم. اینا رو ما دونه دونه داریم و اینا رو به صورت ایمپورت دستی اضافه میکنیم. فایلی که براتون گذاشتیم میشه اینجا داخلش میکشین و استفاده میکنیم. یه سری افزونه هم هستش که برای اسلایدر رولوشنه که اینا ادان هاش هستش در واقع، که اینا هر کدومشون میتونن یه سری جذابیت‌های خاصی رو به اسلایدراتون اضافه کنن. همه اینا رو با هم بررسی میکنیم، اما فعلا بریم که با کلیت خود اسلایدر رولوشن آشنا بشیم. اسلایدر رولوشن این وبسایتش هستش که داکیومنتش اینجا قرار گرفته. یه سری طرح‌های آماده‌ای که خود اسلایدر رولوشن ساخته هم اینجا گذاشته شده. میریم که با هم ببینیم. یکی از نمونه‌ها این تو سایت قرار بگیره به شدت سایت رو جذاب میکنه. مورد بعدی ببینید این کاروسله و مورد بعدی نگاه کنید افکت موسو. هر کدوم از صفحات که جدا میشه افکت موس تغییر میکنه و حتی ببینید تحت تاثیر قرار میده المان ها رو. خب بریم سراغ فضای اسلایدر رولوشن. اسلاید خالی رو بزنید، یه اسلاید باز میکنه. اسلایدراتون هم همشون اینجا لیست میشن. میتونید روی اسلایدر اضافه کنید بزنید یا روی اسلاید خالی بزنید، فرقی نداره. اینجا اگه کلیک کنید اینجا براتون به صورت یه پوشه میاد و توی میتونید اسلایدرهای جدیدتون رو اضافه کنید. ولی روی این کلیک کنید به صورت تکی میاد. من روی اسلاید خالی هم کلیک کنم که ادامه بدیم. خب ببینید اینجا که راهنما برامون میاره که حالا ما راهنمایی نذاریم. گفتم بهتون ممکنه یه ذره به هم ریخته باشه، دقیقاً منظورم همین بخش هست. خب این فضای کلی اسلایدر رولوشن یه فضای حالت پریمیر و افتر افکت میتونیم بگیم بیشتر داره. خیلی کار باهاش جذابه و میتونیم کارهای هیجان انگیزی انجام بدیم. بریم سراغ این که توضیح بدیم. اینجا تایملاینمون هستش که طبیعتاً به مرور متوجه میشین که چه استفاده هایی داره. این قسمت سکشن بالامون، از اینجا میتونید برای نسخه های مختلف دیوایس های مختلفتون طراحی انجام بدید. از اینجا قبل و بعدش رو میتونید بزنید. این خب میتونید انتخاباتون رو انجام بدید. برای زومتون هست، برای هلپتون هست. اینجا نشون میده که تو چه دیوایسی دارین نگاه میکنید و اینجا لایه ها که مهمترین بخش ما هستش شروع میشن کار باشون. از اینجا میتونید اسلایدهای مختلف رو اضافه کنید. اسلایدها در کنار هم دیگه یک اسلایدر رو میسازن. عقبو که بزنیم برمیگرده به اون صفحه‌ای که همین الان داخلش بودیم. اینم که وارد پیشخوان وردپرس میشه و میرسیم به نوار سمت راست. تمام تنظیماتی که ما انجام میدیم با این نوار هستش و خیلی نوار مهمیه، پس حتما حواستون باشه. تنظیمات عمومی، مثلا اسم اسلایدر، مثلا طرح اسلایدر، میخواین اسلایدر باشه، هیرو سکشن باشه، میخواین کاروسل باشه، تمام ارز باشه یا کل صفحتون رو پوشش بده، همه اینجا قرار گرفته. محتواهاتون میتونه به صورت سفارشی باشه یا میتونیم بر اساس محصول و هر المانی که خواستین این قسمت قرار بدیم. یه سری المان هایی که برای ریسپانسیو این موارد می‌خواید تغییر بدین تو قسمت پیش‌فرض‌هاش. عمومی مثلا برای اینکه بتونین از چه اسلایدی شروع بشه، آیا اسلایدها ادامه دار باشن یا نباشن، همه اینا اینجا هستش. تو اسکرول خارجی خب یه سری از
افکت های اسکرول رو میتونید بدین، یعنی اینکه با اسکرول کردن اسلایدتون جابجا بشه. و خب یه سری المان های پارالکس و اینها هم این قسمت قرار. برای بارگذار هم که شما هر المانی بخواید انتخاب کنید، اینجا میتونید ببینید که به چه شکل هست و رنگش رو تغییر بدین و موارد دیگه. ادان ها رو هم که بهتون توضیح دادم براتون حتما میذارم، هر کدوم رو بخواید به صورت عادی همونطور که افزونه نصب میکنید اینا رو هم نصب میکنید. این موارد دیگه هم خب مثلا به عنوان مدل یه زمانی از شما میخواید اسلایدرتون رو به صورت پاپ آپ نمایش بدین یا به عنوان مدل نمایش بدین، نیاز داره یه اوورلی اینجا دیده بشه که اینجا میتونید یه سری المان ها رو اینجا تغییر بدین. اسکین خود اسلایدر رو میتونید اینجا مشخص کنید، CSS که میخواین رو میتونید اینجا براش مشخص کنید که خب تنظیمات CSS پیشرفته که نگاه کنید یه سری المان ها هست که میشه استفاده کرد و اینجا CSS jQuery خاصی اگر خواستید اضافه کنید میتونید از اینجا اضافه کنید. مورد بعدی میشه نویگیشن. شما میتونید نویگیشن های مختلفی رو استفاده کنید که هر کدوم از اینا رو بخواید انتخاب کنید یه سری تنظیماتی رو بهتون ارائه میده که میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا من میتونم اینو بذارم وسط که این وسط ببینید چه شکلیه. هر شکلی که بذارم خب به اون صورت نمایش میده. میتونه گوله باشه، میتونه تب باشه، هر کدوم از اینا رو روشن کنید بهتون کمک میکنه که استفاده. معمولا لمسی رو ما همیشه روشن میکنیم که تو گوشی همراه کاملا فعال باشه. مورد بعدی گزینه‌های استایلمون هست. ببینید این گزینه‌ها برای اسلایدر شما، برای اسلایدهای شما اعمال میشه. این گزینه‌ها برای اسلایدر شما اعمال میشه. این گزینه‌ها برای لایه‌های شما اعمال میشه. اینا لایه‌ها هستن. مثلا من یه متن اضافه میکنم، حالا من بیارمش وسط. این متنی که اینجا هست این لایه است، تنظیماتش از این قسمت انجام میشه. میتونید محتوا، استایل، اندازه، روتیت و سایه و موارد دیگر رو اینجا تغییر بدین، انیمیشن ها، قفل ها و همه این موارد. حتی میتونید یه سری انیمیشن ها با اسکرول براش ایجاد کنید. این قسمت برای تغییر کلیت این اسلاید هستش که میتونید یه سری قوانین بذارین، میتونید قسمت پیشرفت رو بذارین. اگه دقت کنید تو این بالا یه قسمت پیشرفتی داره نمایش داده میشه، به این میگن قسمت پیشرفت. موارد دیگه هم از اینجا میتونید تغییر بدید. قبل از اینکه اسلایدرتون رو منتشر کنید میتونید یه پیشنمایش از اینجا داشته باشین توی نسخه های مختلف، حالا دیوایس های مختلف، و بعد در نهایت ذخیره کنید و ازش استفاده کنید. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. به زودی قراره که اسلایدرهای خیلی خفنی با هم دیگه بسازیم، پس حتما یادتون باشه که منو سابسکرایب کنید. مرسی. خداحافظ.